کامل گم شدم 15 سال پیش و توی احساس سردرگمی، وحشت، ناتوانی، درماندگی، تمام این احساسا رو واقعا هر روز تجربه میکردم. توی این احساسا کامل توی این احساسا زندگی میکردم. ریاضی فیزیک معدل خیلی خوبی داشت، همیشه بین شاگردای اول تا سوم یه مدرسه بود. توی پیش دانشگاهی میگم تمام نمراتمو افتادم و تقریبا فکر کنم 12-13 تا تجدید آوردم. زندگی خیلی برام تاریک بود. شغل نداشتم، اعتبار نداشتم، یعنی اعتبارم توی خانواده‌ام، توی بستگانم، توی در کوچه، همسایه، تو همه چی از دست داده بودم تقریبا. و تقریبا میتونم بگم که هیچ کس آدم حسابم نمیکرد. یعنی واقعا همین جوری بود. چند تا دوست داشتم که همیشه بینمون دعوا بود و جنگ بود و همیشه هم دیگر دور میزدیم. اونا من دور میزدم، من اونا رو دور میزدم، اونا به من دروغ میگفتن، من اونا دروغ میگفتم. پولی برای زندگی کردن واقعا نداشتم و سفر قهرمانی من از اونجا شروع شد. خیلی عمق تاریکی و زیاد رفتم، یعنی نمیدونم ته تاریکی چقدره. من تا اونجا رفتم، تا اونجایی که هر روز احساس میکردم که دیگه امروز یا میکشنم یا دستگیرم میکنن یا هر روز توی این احساس ناامنیشم زندگی میکردم. موضوع مال 15 سال پیشه. ته تاریکی، تو احساس بیکسی کامل، تو احساس بیچارگی کامل. اوکی، بهتون میگم توی این 7 شب که چه اتفاقاتی توی اون تاریکی افتاد و بعدش هم توی تاریکی بیشتری رفتم. ولی 15 سال پیش شروع شد سفر قهرمانی من. با یه آدمی شروع شد که معلم ریاضی یه مدرسه‌ای بود. یه روز منو دید توی یه جایی بودم که اصلا اون مکان واقعا نه در شأن خانوادگی من بود، نه در شأن انسانی من بود. منو تو اونجا دید و به من گفت تو حیفی. همین جوری بهم گفت. تمام آدما تحقیرم میکردن، یعنی یادمه که تمام آدما نمیپذیرفتنم. اینی که دارم میگم تمام، واقعا تمامه. یعنی فکر میکنم تنها کسی که مونده بود توی دنیا دوستم داشت مادرم بود. همین، هیچ کس دیگه یعنی تو دنیا منو دوست نداشتیه. خودم رو دوست نداشتم. نشونش خیلی از بدرفتاریایی بوده که با خودم و بدنم کردم. هیچ کس دیگه تقریبا دوستم نداشت. فقط تنها کسی که منو دوست داشت مادرم بود و اونم دیگه آخریا فکر میکنم قطع امید کرده بود ازم. کشنم یا دستگیرم میکنن یا هر روز توی این احساس ناامنیشم زندگی میکردم. موضوع مال 15 سال پیشه. ته تاریکی، تو احساس بیکسی کامل.